درست در است. آقای شروع رضا، در میکنیم. شروع ما یک دقیقه وری گپ میزنم، باز شما برنامه خود را شروع کنید. درسته؟ حتما هستم. سلام، وقت بخیر. حسن رضا رضایی هستم. امیدوارم همگی خوب و در حال باشید و اپلیکیشن بورس مارکتینگ را به موفقیت پیش ببرید، در حالی که بورس خوب وقت‌تر اعلان شده. اما میفهمیم که اکثریت شما از بورس و اپلیکیشن بورس ترکیه آگاهی دارین. اما امشب این برنامه را تشکیل دادیم تا عمیق‌تر در مورد بورس ترکیه بحث و گفتگو شود، راهنمایی‌های کلیدی و اساسی بیشتر ارائه شود و سوالاتی که شما دارین، ابهاماتی که در ذهنتان دارین بیشتر روش پرداخته شود. مورنینگ تیم، قسمی که میفهمین، مورنینگ تیم هدفش است که دانشجویان و محصلین مکاتب را و دانشگاه ها را در راستای رسیدن به اهداف تحصیلش همکاری و راهنمایی کنه و از شیوه‌های مختلف مثل برگزاری وبینار و ساختن گروه‌های هماهنگی و راهنمایی شما را، خصوصا دانشجویان و محصلین را و متقاضیان بورسیه ها را به اشخاصی دقیقاً اشخاصی که با تجربه است و در یافتن بورسیه های تحصیلی قبلا شرکت کرده و برنده بورسیه شده شما را همراه او وصل کنیم. برنامه امشب هم راهنمایی و آگاهی دهی در مورد بورسیه ترکیه و راهنمایی آقای شاهرخ رسا خودش برنده بورسیه ترکیه بوده و در چند سال اخیر همراه متقاضیان بورسیه ترکیه بسیار همکاری کرده و توانسته خیلی تعداد زیاد را به اهدافش برسانه و امشب هم امیدواریم از راهنمایی‌ها و تجارب آقای رضا مستفید شوین و هر نوع سوال و ابهاماتی که در مورد اپلیکیشن بورسیه ترکیه در ذهن دارین امشب حتما پرسان کنین، به خاطر که زمان و وقت زودتر میگذره و تا رسیدن ختم اپلیکیشن بورسیه ترکیه حتما اسناد خود را آماده کنین. هر اسنادی که لازمه باید به قسم دقیق و صحیح سابمیت کنین تا انشالله همه به اهداف خود برسه و از حالا به بعد برنامه رو شروع کنیم و آقای رضا هم به توضیحات و راهنمایی ها شروع میکنه و یک قسمت از این برنامه مختص به سوال جواب ربط داره. مثل قسمی که گفتم میتون سه چهارمی قسمتی از برنامه شما میتونید سوال جواب کنید. حالا برنامه رو شروع کنیم. آقای رضا هستین؟ بله استاد، شما میتونید برنامه رو شروع کنید. بسیار ببخشید کم سر صدا هم هست اینجا، چون نتوانستم در وقتش تا خانه را برسم، از خاطر مجبور شدم در یک کافه بشینم و نخواستم شما را خیلی منتظر بانم. مشکل نیست، من تازه گپیم را خلاص کردم، حالا نوبت شماست، میتونید شروع کنید رسما. امید که یک جلسه خوب داشته باشیم و بتوانم که به پاسخهای شما جواب بدم و تانسته باشم یک همکاری جزئی با شما کرده باشم. اول سلام‌تر از همه به همه شما. شاهرخ رسا هستم. در سال 2019 برنده بورسیه شده اینجا آمدم. در سال 2024 از رشته سیاست و مدیریت فارغ شدم و فعلا هم در روابط عامه مستری میکنم. تقریبا 2 سال با کمیته تیم بورسیه ترکیه و فدراسیون شاگردان خارجی در ترکیه همکار بودیم و تقریبا این سال 6م است که با هموطنان خود در قسمت ثبت نام ای بورسیه همکاری میکنم. امیدوار هستم که همه ایتان که اگر نشه هم اکثریتتان به ای بورسیه کامیاب شده بیایید و به آرزوهایتان و اهدافتان برسید.
خب فعلا یک مقدمه می داشته باشیم از این بورسیه. این بورسیه چی هست، چه اهدافی داره. این بورسیه از طریق وای تی بی یورتش اقرباlar توپلو میگن در ترکی، سازمانی هست که هدفشان بر بار اول این بود که ترک هایی که خارج از ترکیه زندگی میکنن را در یک چتر جمع بکنن. بعد این آیسته آیسته انکشاف کرد و دیگه ممالک را هم در بر گرفت و فعلا تقریبا از سال 2011 به این طرف از کشور افغانستان هم شارک میپذیرند. همه رشته ها باز است. هدفشان این است که در هر کشور سفیر و یا نماینده فرهنگی ترکیه باشد و هر کسی که از این بورسیه فارغ میشه و تحصیل خود را تمام کرده کشور خود برمیگرده و حیث یک نماینده فرهنگی و ممثل فرهنگ ترکیه در کشور خودشان باشد و کل ارتباطی بین کشورها باشد و یک ابتکار خیلی خوبی هست. سالانه حدود 200 الی 250 تا از شاگردای افغانستان از این طریق کشور ترکیه میان. همه مصارف، همه هزینه های تحصیلشان به عهده ریاست هست، ریاست وای تی بی. هیچ هزینه‌ای نمی داشته باشند از روز اول کارشان تا آخر فراغتشان، آخرین روز فراغتشان همین هزینه و دوش امی تیم هست از قبیل بیمه صحی، فیس دانشگاه و جای بود و باش و یک مقدار پول به خاطر خرج روزمره هم میتن که همه ساله تغییر میکنه این مقدار و همه ساله در تاریخ 10 جنوری ثبت نام های شروع میشه تا 20 فوریه ادامه داره. در ماه های می و جون شارت لیست اعلان میشه، کسایی که شارت لیست شدن برشان پیام میآید و اگر نیاز باشه، چون همه اکثریت تقریبا از سال 2018 به این طرف از متقاضیایی که در بخش لیسانس بودن امتحان گرفته میشه. اگر امسال کدام تغییرات اگر نبیاید حتما امتحان گرفته میشه در ماهای می یا هم جون. بعد از امتحان حدود 2 تا 3 هفته بعد نتایج اعلان میشه و شما را به اینترویو میخواهند. بعد از اینترویو هم نتایجش در ماه آگوست اعلان میشه و در ماه سپتامبر کسایی که کامیاب شدن، برنده این بورسیه شدن، تیکتشان را از طریق ایمیل دریافت میکنن و میتونن مستقیم ترکیه بیاین. و هر وقت که در میدان هوایی استانبول شما رو بین، تیم بورسیه منتظر شما می باشه و شما را از میدان هوایی میگیره و پذیرایی میکنه تا محل اقامت تا. از او بابت هیچ مشکل نداشته باشین، همه چیزهایی که با برنامه پیش میره و در این 4 روز ثبت نام اکثر دوستا سوالات خیلی زیاد از ذهنشان میاد که معیار کامیابی در اینجا چی هست و چرا اینقدر علاقه به این بورسیه هست و چرا ما هر 2-3 بار هم که ثبت نام میکنیم کامیاب شده نمیتونیم. ببین این بورسیه بین‌المللی خیلی مشهور هست، تقریبا همه ساله از همه جهان 5000 شاگرد از ایران می باشند و متقاضی خیلی زیاد هست. شما فکر کنید همه ساله تنها از افغانستان دیتاهایی که در دست ما هست تقریبا همه ساله 300,000 دانشجو در این پروسه ثبت نام میکنند و اکثریت هم نمراتشون هم خیلی بالا هست، معیارها هم پورا کردن.
و انتخاب کردن از بین اینا خیلی مشکل هست و بنابر وضعیت فعلی و سیاسی افغانستان هم بعض مشکلات آمد. قبلا از سال 2021 به این طرف کمتر شاگرد میپذیرند. سالهای قبل بین 350 الی 400 شاگرد هم می آمد، اما فعلا حدود 200 الی 250 شاگرد اکثریت از طبقه ذکور میان و بعضی از دختر خانم هایی که خارج از افغانستان زندگی میکنند و یا هم نمرات خیلی خوبی هم دارن در این رشته میان. خب بعض مشکلات پیش میاد در قسمت ویزا گرفتن و سفر کردن، از خاطر این ریسک بعضا نمیپذیرن. اما وقتی که ببینن شاگرد واقعا توانایی همه چیز را داره و همه اسنادش تکمیل هست، حتما قبول میکنن و به یک شکل متقاضی را در ترکیه میفرن. در قسمت ثبت نام که چگونه ثبت نام بکنیم، در گروه ها قبلا خیلی زیاد معلومات داده شد. اکثریت دوستا شاید معلومات داشته باشن و شاید هم اکثریت تا نصف هم پیش برده باشن اپلیکیشنشان. دقیقا ما نمیفهم در کجای از اپلیکیشن شما مشکل داره، چون مشکلات هر کس فرق میکنه. از خاطر کوشش کردم که از شما بشنوم مشکلاتتان، سوالایتان به شکل معیاری درسته پاسخ داده بتونم و تا که مشکلاتتان رفع شود. از خاطر هر کسی که سوال داره بفرمایه. من چون در ذهنم چیزایی که آمد که براتون پیشکش کردم، اگر کدام سوال داشته باشین بفرمایید، خیلی خوب میشه. سلام علیکم، امید است خوب و صحتمند باشید. یک سوال داشتم در رابطه با موتیویشن لیتر یا انگیزه نامه. همین موتیویشن لیتر ما را اگر هوش مصنوعی یا چت جی پی تی استفاده کنیم کدام مشکل دارد یا ندارد؟ ببین دوست عزیز، یوسفی عزیز، هوش مصنوعی کاربرد خود داره، اما این انگیزه نامه مختص به شماست و کوشش بکنین، توصیه من است که کوشش بکنین که انگیزه یک چیز شخصی هست که چه دلیلی شد که اینجا شما در این پروسه ثبت نام کردید. میره چت جی پی تی هرگز نمیفهمه. یک متن عمومی را بر شما میده، شما هم را کپی پیست کرده شما میندازید و این در هر جا هم باشه قابل قبول نیست. اما شما چی وقت در قسمت موتیویشن لیتر استفاده کرده میدین؟ شما اول یک متن خود را نوشته کنین، اهدافتان را نوشته کنین، چرا ترکیه را انتخاب کردین، چرا این بورسیه را انتخاب کردین و چرا این رشته را انتخاب کردین و این رشته چه قسم میتونه با شما کمک کنه که به اهداف دراز مدت تان برسید. این چیزا را نوشته کنید. بعد هوش مصنوعی را استفاده کرده میتونیم که متنایتان خیلی به شکل معیاری جور کنه، چون متن از شماست، فقط تنظیمش رو میکنه مطابق به معیارهای بورسیه که اگر شما از او بخواهید حتما مطابق به معیارهای بورسیه به شما متن درست جور میکنه. فقط همه قدر استفاده کرده میتونید. بیشتر از او یا بخواهید که همه چیز را بر شما نوشته کنه، این واقعا ناانصافی هست. از خاطر کوشش کنید متنایتون خودتان جور کنید، اما احساس درونی و اهداف و انگیزیتون خودتان بیان کنید، چون واقعا خیلی خوب میشه، هم برای خودتان و هم بر طرف مقابل خیلی جذاب معلوم میشه. چون در چت جی پی تی، جیمینای و کیمیکدو اینا هر کلاود هر کدام شکل استفاده کنید بر شما یک متن عمومی را میده که همگی استفاده میکنید.
سوال شما خلاص شد. امی تو به ترتیب نام میگیرم، شما سوال خود رو مطرح کنیم. درسته؟ خیلی خوب میشه استاد، شما یک از دوستا رو بگین اونا سوال کنم، من حتما همکاری میکنم در قسمت درسته. جواب. امی دوستایی که سوالش جواب داده میشه دست خود رو پایین کنه تا از شلوغی صفحه جلوگیری شود. نفر دوم به نام بشیر قاریزاده، شما اگر سوال دارین سوال خود رو مطرح کنید. بشیر قاریزاده نیست. شخص دوم میگیریم به نام فوزیه رضایی. فوزیه رضایی. سلام، وقتتان بخیر. امیدوارم که همگی خوب و سلامت باشین. خب بسیار ببخشین چون من مستقیما وارد لینک شدم و معلومات در مورد بورسیه را نخواندم. آیا این بورسیه برای کسایی است که مکتب خود تمام کرده و شهادت نامه مکتب داره یا نه برای دوره لیسه از صنف 9 به بالا هم است؟ خب ببین این بورسیه وای تی وی داری سلامه؟ یک دقیقه صبر کنید شما خانم فوزیه رضایی، شما یک دقیقه صبر کنید. آقای رضا شما پیش برید. ببین این بورسیه وای تی وی مختص به متقاضی است که در بخش لیسانس، ماستری و دکترا. بورسیه دیانت هست، از طرف وزارت دیانت اینجا میگن همون حج و اوقاف میشه. او بورسیه هست، اونا از او طریق شما میتونید در بخش لیسه هم شما ثبت نام میکنید، اما در این بورسیه شما نمیتونید. خانم باشه، تشکر محترم از معلوماتتان. خانم فوزیه رضایی شما سوال نداشتید؟ فکر کنم سوال از بشیر قاریزاده. درست است، صحیح شد. بشیر قاریزاده هستی شما؟ نیست. خب شخص دوم سارا اسلمزی، شما سوال خود را مطرح درست است. تشکر که وقت دادین. سلام به شما، سلام به همه بود که اینجور صحبتمند باشین. من از آقای قاضی زاده چند سوال داشتم. من امی چند وقت خیلی پشت بورسیه میگشتم. خودم مکتب در یک از مکاتب آنلاین تمام کردیم و قرار است که امی شهادت نامی ما و ترانسکریپت دینای ما از طرف مکتب سامانیان که در تاجیکستان می باشه از طرف اونا داده شوند. سوال اول امی است که به نظرتان آیا این سند که ما مثلا باز اپلود میکنیم آیا قابل قبول اونا هست؟ و ای که همچنان که درباره امی لیلیه و خرج مخارج ترکیه برموگین چون شما اونجا زندگی کردین و ای که امو مقدار استایپند که برتان ماهانه داده میشد آیا مثلا کافی بود یعنی ای که مثلا باید اینی پول اضافه نیاز بود که از طرف خانه فامیل برتان فرستاده شود و همچنان بهترین دانشگاهی که به نظرتون دی بورسیه مثلا شامل باشه و همچنان رشته که به ما میدن. تشکر. آقای رسا. خب سلام صاحب، ببین شما هر جا که لیسه را خوانده باشین مدار اعتبار است. اگر فرق نمیکنه در هر کشور که شما فقط تابعیت افغانستان را که داشته باشین میتونید از طریق او ثبت نام بکنید و یا هر تابعیت که داشته باشید این و همه شهروندای هر کشور فعال است میتونه ثبت نام بکنه و شرطی که اگر شهادت نداشته باشین حداقل ترانسکریپت داشته باشین که و یا هم یک گواهی داشته باشین شما را معرفی کنه که از 12 صنف 12 فارغ شده. مسئله دوم، شما وقتی که اینجا آمدین همه چیز تان به دوش امی کمیته هست، لیلیه تان، 3 وقت نان تان، همه چیزش به دوش اینا هست و مقدار تقریبا اینجا $120 فعلا اما شهریه که بر شما میده
میتونید شما سرچ کنید. این ربط با خودتان داره که چقدر مصارفتون است. بعضی از دوستا حتی میتونن با همین پولی که از طرف بورسیه میگیرن خیلی صدایتان نداریم. ببخشید، کامپیوترم کم مشکل پیدا کرد. صدای ما دارین؟ بله بله داریم، صدای شما داریم. ببین، خرج مصارفتان ربط میگیره به خودتان که چقدر میتونین شما مصرف کرده یا کنترل کرده. خیلی از دوستای ما که اینجا آمدن با همین مقدار پیسه که از بورسیه میگیرن میشه که اینجا هم زندگی خوبی داشته باشن، هم تحصیل خوبی داشته باشن. در قبال از حتی دوستایی هم هستن که در وقت فراغتشان، در وقتی که وقت درشان نیست، خصوصا در ماهای تابستان میده، در هر جای، در هر دفتر، در هر آفیس، در هر جایی که خودشان بخورن کار هم کردن میتونن. و لیلی تان گفتم که بعدش امی کمیته هست و رشته خب اینا باید شما تعیین کنید که در کدام رشته بیشتر علاقمند هستین، بیشتر در کدامش حاکم هستین. و دانشگاه ها، خب دانشگاه هایی که معمولا در شهرهای بزرگ هست، مثل دانشگاه حاجی طیفه، دانشگاه شرق میگن اینجا، و دانشگاه غازی انقره، اینا خیلی به مراتب بالا هست، جزوی از 500 دانشگاه برتر جهان هستند. اینا خب اگر واقعا اسناد خیلی معتبر و نمرات خیلی خیلی بالا داشته باشه، میتونین در قسمت انتخاب هایتان این دانشگاه را انتخاب کنید. اما وقتی که شما نمیخواین ریسک بگیرین، میتونین دانشگاه هایی که درجه 2 هست و شهرهایی که خیلی خیلی کلان نیستن و از لحاظ اقتصادی کم پایین تر هستن، اونا رو انتخاب کرده میتونین. فرق نمیکنن. دانشگاه های ترکیه همهشان، اکثریتشان، سندشان اعتبار بین المللی خیلی بالا را دارن، حتی در اروپا و آمریکا چالش میکنن. از خاطر از این بابت هیچ مشکل، فقط تمرکز و فوکس هم دایی باشه که چطور میتونم در یکی از دانشگاه های ترکیه کامیاب شم. رشته خیلی مهم هست، چون نظر به انگیزه نامه چی میکنیم می نویسیم و حداقل یک کم معلومات ابتدایی در باره رشته داشته باشین. اگر که شما در مصاحبه خواسته شوین درباره رشته ایتان هم ازتان پرسان میکنه که چرا این رشته را انتخاب کردید، چه معلوماتی دارید درباره این رشته و این رشته به خاطر اهداف چی کمک کرده میتونه و چرا این رشته را در ترکیه انتخاب کردی. گفت این سوالات را حتما میپرسن. از خاطر بیشتر کوشش کنین که یک رشته که علاقمند هستین و مطمئن هستین که از این طریق میتونن به یک جای برسین را انتخاب کنین. تشکر. شخص بعدی هنا قرلق، شما میتونید سوال خود را پرسان کنید. هنا قرلق. بله سلام علیکم، امید خوب و صحتمند باشین. سوال داشتم که این بورسیه محدودیت سنی داره یا شرایطش چی شرایط داره؟ مثلا در این بورسیه کامیاب شه؟ من کم وقتا آمدم، شاید وقتا رو گفته بشین، بخشش باشه بازم. خواهش میکنم. این سوال اکثریتی از دوستای ما بود که تازه در گروپ ها جان شدن. از خاطر بهتر است که امیر باز هم تکرار کنم. محدودیت سنی داره. در قسمت لیسانس اگر شما بخواین ثبت نام بکنین از 21 بالا نباشید، یعنی سال تولدتان از 2005 و بعد نباشد، یعنی 2004 ماه 12 هم باشه میتونین ثبت نام بکنین، اما 2005 که شد نمیتونین ثبت نام بکنین، سیستم اجازه نمیده.
این چرا قسم کردم؟ چون با کسایی که تازه فارغ شدن میخواین فرصت بدن. از خاطر در مقطع ماستری از 30 بالا نباشه و در مقطع چی هم دکترا هم از 35 بالا نباشه. شرایط چی شرایط داره؟ باید فیصدیتان حداقل در بخش لیسانس حداقل 70 باشه. در قسمت ماستری از 75 بالا باشه. خب این یک شرط هاش هست، اما کسایی که فیصدیشان 70 هم هست میتونن ثبت نام کنن، اما چانس کامل تقریبا 0 هست، چون اکثریت کسایی که ثبت نام میکنن فیصدیشان از 90 بالاست یا از 80 بالاست حداقل. برای اونا اولویت میدن. داشتن حداقل دو دانه ریترانسلیتر ریکامندیشن لیتر یا هم به زبان فارسی توصیه نامه ضرورت هست. اسنادتان پاسپورت یا هم تذکره، اگر پاسپورت نداشته باشین با تذکره الکترونیکی هم میتونین ثبت نام بکنین. اگر شهادت نامه نداشته باشین با ترانسکریپت هم ثبت نام کردن میتونین، اما وقتی که شما گیریم که در اینترویو خواسته شدین، شارت لیست شدین، باید شهادت نامه تان موجود باشه و میتونین از طریق ریاست شهادت نامه در کابل عریضه نوشته کردن میتونین در ظرف یک هفته شهادت نامه میتونین به دست بیارین. و دیگه تو شرایط خاصی نداره، فقط شرایط سنی هست و اسنادایتان باید تمام باشه. و دیگه امتیازهایی که هست اینا فقط شرط نه امتیاز محسوب میشه، مثلا سندهای زبان، تصدیق نامه ها، اگر سوشال اکتیویتی فعالیت های اجتماعی کرده باشین و تصدیق داشته باشین، اینا هست. انگیزه نامه، خب در هر بورسیه که شما ثبت نام میکنین انگیزه نامه از شما میخواد و این به نظرم ساده ترین چیزی هست که میتونین آماده بکنین، چون یک چیز حس درونی هست که شما نوشته میکنین در ظرف نیم ساعت یک ساعت شما نوشته کرده میتونه. دیگه شرایط دیگه نداره. سلامت باشه. تشکر دکتر جان. ببخشید یک سوال نگاه دارم. بپرسین. امی رشته های طبی باز فیصدی بلند نمیخواد؟ رشته طبی مثلا فقط رشته طب معالجوی و طب دندان استوماتولوژی از 90 به بالا میخواد. دیگه رشته ها فرق نمیکنه، از 70 بالا باشه میتونید ثبت نام کنید، اما فقط رشته طب معالجوی و استوماتولوژی باید فیصدیتان حتما از 90 بالا باشه. تشکر جان. شخص بعدی رضا یوسفی. شما سوال خودم بپرسین. رضا یوسفی. بله تشکر و وقت بخیر و تشکر از اینکه وقتتون گذاشتین. سوال از ما درباره همین انگیزه نامه بود که مثلا چقدر محدودیت داد که من نوشته بودم، مثلا 3000 کاراکتر گفته بود، از ما تقریبا حدود 5000 شده، حدود 500 کلمه شاید بیشتر. خب دوست عزیز ببینید، شما میتونین انگیزه نامه تان در حدود یک صفحه جور کنید. خیلی پرگویی لازم نیست، فقط همه جملاتتان را یک بار دیگر مرور کنید که چطور میتونین مثلا 3 جمله را در قالب یک جمله جور کنید. و اگر هم در این قسمت مشکل داشته باشین حتما با ما در ارتباط باشین، میتونین مستقیم بر من مسیج کنین، انگیزنامه تون برام بفرستین، من میتونم براتون تصحیح کنم یا هم در قالب همون 3000 کلمه یا 2500 کلمه جور کرده بتونم براتون. خیلی از دوستا پرگویی میکنن در قسمت انگیزه هایشان، اهدافشان، یا هم خیلی بیشتر خود معرفی میکنن چی میکنن. اینا ضرورت نیست، فقط شما اول یک ساختار جور میکنین، مثلا اول مقدمه جور میکنین، بعد از تو چرا رشته را انتخاب کردین، چرا ترکیه را انتخاب کردین،
اهدافتان نوشته میکنین، اهداف دراز مدت، کوتاه مدت و داخل هم یک نتیجه گیری میکنه و این تقریبا یک سفر میگیره، از او بیشتر لازم هم نیست. یک متن خیلی مناسب جور کنین خیلی بهتر میشه و اگر در این قسمت مشکل داشته باشن، هر دوست ما هم که مشکل داشته باشه در این قسمت میتونه با ما در ارتباط باشه و یک مسج کنه، حتما همکاریشان میکنه. شخص دوم خب تشکر. عاطفه صمیمی، شما سوال خود پرسان کنید. عاطفه صمیمی. سلام، وقت بخیر. تشکر از این وقت دارید. تشکر از آقای محترم قاضی زاده که بر ما وقت گذاشتن. تشکر از تیم مانیتور تیم که همیشه همچین برنامه‌هایی داره و برای ما خلاصه خیلی همکاری کمک زیادی در قسمت کرده. ما تقریبا 2 تا سوال داشتیم، 1 تا خواهش از بخش همین تیم مانیتور تیم. اولی که سوالای خود بکنیم بعد خواهش خود بکنیم با اجازهتون. در بخش سوالاتی نیسته که ما خودم تقریبا 1 ترم دیگه یا 3-4 ماه بعد دیگه از رشته از کارشناسی، یعنی از کارشناسی فارغ التحصیل میشیم، میخوایم به ارشد در دانشگاه بورس ترکیه ثبت نام کنیم، ولی خب هنوز مدرک من ندارم. سوالم اینجا بود که وقتی که ما بخوایم ثبت نام کنیم، خب برای ما گفت که شما باید مثلا تا تاریخ آگوست سال بعدی فارغ شید. حالا که ما این روزنامه‌ات خود از دانشگاه بگیریم، نیاز به تایید تحصیلات عالی ایران داره. ایران درس میخوانم البته. نیاز به این تایید داره یا نه، یا فقط از طرف دانشگاه بگیریم همون قبول است؟ و سوال بعدیم درباره مدرک زبان بود که بعضی از دانشگاه‌ها مثل دانشگاه‌های یوزینگی و قاضی که باید مثلا بخش ماستریش مدرک زبان داشته باشین. شما فعلا که ما ایران هستیم که اینجا نمیتونیم ما آیلتس بدیم چون بسته شد. افغانستان هم که فعلا ما رفتن نمیتونیم. به نظر شما امکانش هست که مثلا به خود دانشگاه یا در همین سازمانی که این بورسیه سپورت میکنه برشون پیام بذاریم که ما مثلا آمادگیش داریم ولی خب فعلا نمیتونیم امتحان بدیم؟ آیا به نظرتان همکاری از طریق از اون صورت میگیره یا نه، یا همیه که مثلا پیشنهاد خوب میتونه باشه یا نه؟ و درخواستیم از طرف دوستان مانیتور تیمی هسته که شاید تعدادی از دوستانی که بخش ماستری ثبت نام کنه درخواست بده تعدادشون کم باشه. اگه یک گروه جداگانه داشته باشیم و از آقای قاضی‌زاده و همچنین دوستای دیگری که در بخش تجربه دارن و اینا در قسمت خصوص بخش پروپوزال و نمیدانم نکات بیشتری نسبت به کارشناسی داره، اگر یک قسمت بر ما مثلا یک گروهی یا یک سمینار دیگه هم گرفته شه و معلومات بیشتر بر ما داده شه و خیلی ممنون میشیم. بازم تشکر. خب ببین، بعضی از هموطنان ما خارج از کشور مصرف تحصیل هستن و کسایی که سال آخرشان هست یا هم سمستر آخرشان هست میتونن در اینجا ثبت نام بکنن. قسم یک محدودیتی نیست که حتما باید فارغ شده باشین شما و شما میتونین ترانسکریپت چند سمستری که شما ختم کردین را میتونین از دانشگاه بگیرین و حداقل تاپی دانشگاه هم باشه مشکل نیست، چون دانشگاه حتما تاییدی وزارت را داره، از اون خاطر مشکل نیست. و در قسمت ثبت نام وقتی شما اسنادتون اپلود میکنین اونجا میگه که شما فارغ شدین، یک گزینه هست، یا هم در حال تحصیل هستین. شما میتونین او گزینه در حال تحصیل هستن و چی کنین و اسنادایی که در دسترس دارین را اپلود بکنین. از اون خاطر در این قسمت هیچ مشکل نیست، میتونین ثبت نام بکنین با اما اسنادی که از دانشگاه هم گرفتین میتونین. اما وقتی که شما کامیاب شدین و در مصاحبه خواسته شوین بعد از شما تقاضا میشه که به خاطر تاییدی و به خاطر ویزای تحصیلی گرفتن باید تاپی وزارت خارجه و وزارت معارف هم باشد. تاییدی وزارت
تحصیلات عالی باشه گفته، از شما ایت خواهش میکنم به خاطر تحصیل در گرفتن ویزا، چون در قسمت ویزا اگر شما تاییدیه وزارت خارجه و تحصیلات عالی را نداشته باشین و شما ویزای تحصیل نمیتن. مسئله دوم مدرک زبان را مطرح کردین. خب معیارات دانشگاه ها فرق میکنه. دانشگاه هایی که تازه تأسیس شده مدرک زبان از شما نمیخواین و دانشگاه که درجه رنگشون خیلی بالا هست حتما از شما یک مدرک زبان میخواید. شما هم خیلی مجبور نیستین که دانشگاه ها را انتخاب کنید. میتونید دانشگاهی که تازه تأسیس شده و دانشگاه تازه تأسیس شده به این معنا نیست که خیلی پایین باشه کیفیت تدریسشون، نه خیر، یعنی تقریبا برابر با اوناست، اما چون تازه تأسیس شده و میخواد شاگرد جذب کنن از خاطر بیشتر دروازه اونا باز است برای شاگردای خارجی و داخلی. از خاطر میتونین اون رشته ها را انتخاب کنین، دانشگاه ها را انتخاب کنین. گفتن که میتونیم مستقیم با دانشگاه ها ارتباط داشته باشیم و ازشان بخوایم یک قسمت طلب همکاری کنیم. نه خیر، نمیتونه، چون شما تا هنوز یک شاگرد رسمی نیستین که شما جواب بدن و اصلا هم جواب نمیتن و این مسئله که شما بورسی که شما ثبت نام میکنین ربط به اونا نداره. یک کمیته خیلی مستقل از اونا هسته و یک همکاری دارن با دانشگاه ها. وقتی که شما کامیاب شدین این کمیته همه فیستان تمام مصارفتان را تک تک پرداخت میکنه. یعنی مخاطب کمیته بورسی ترکیه هست با شما، نه دانشگاه های ترکیه. از خاطر شما کوشش کنید اگر مشکل داشته باشین قسمت ثبت نام هم گفته میتونید اینا، چون در آخر یک قسمت ادیشنال آیتم هست، در اونجا میتونید سوالاتتان و بعضی مشکلاتتان اونجا مطرح کنید. و سوالی که خواهشی که از مانینگتون داشتین استاد رضایی میتونم جواب بدن، چون من خیلی تیار سچی نیستم، معلومات ندارم. اگر باشه حتما همکاری میکنم. خانم عاطفه سعیمی، شما در رابطه و پیشنهادتان برای مانینگ تیم داشتید. البته ما یک گروه مختص به اشخاصی که واقعا آمده به این بورسیه هستن، احتمالش تکمیله و فیصدی خیلی خوب داره، در این زمان فعالیت‌های خیلی خوب داشته. ما یک اپلیکیشن را برگزار کرده بودیم، راه اندازی کرده بودیم تا هر کسی که اساس اپلیکیشن پیش رفت یک گروه مخصوص را میسازیم و حالا هم یک گروه مخصوص داریم و اونجا هم یک چند نفر دوستانی که در بخش ماستری میخواه درخواست بیده هست و مستقیم همراه آقای رسا در ارتباط آقای رسا عملا مستقیم همراهشون همکاری میکنه و شما هم میتونید در گروه پیام بانین و یا مستقیم برای ما پیام بانین، من میتونم شما را در گروه اد کنم و یا هم مستقیم همراه آقای رسا در ارتباط باشید، میتونه ازش همکاری بخواین. تشکر. سلام با مزرد یک دفعه صبر بخشش کنید. فرزانه نه شماره دارم، نه شماره آقای رسا را. اگه میشه هم شماره تان در چت باکس بنویسیم که داشته باشیم. شما در گروه بورسیه ترکیه هست شما؟ بله اونجاست. پس از اونجا آقای رسا هم ادمین گروه هست، میتونی از اونجا بگیرین، درسته؟ و من هم در اونجا ادمین گروه هست، میتونی از اونجا بگیرین. باش، دستشون در نکنم. مرسی. باشین. و شخصی دوم به نام فرزام، شما بدین پیام سوال خود رو بپرسین. خانم فرزام. خب میریم سر شخص بعدی به نام رضا یوسفی. گروه واتساپ گروه مرا حمایت کنن چون من متاسفانه اد نیستم و در ضمن شماره آقای رسا را من شخصم دریافت کردم، میتونم به خاطر که موتیویشن لیتر و همچنین ریسرچ پروپوزال ما
یک بار باید دیده شوه. نظریات اینا رو میخواستم با او خاطر. درست. من لینک گروه در چت باکس میمونه، شما از اونجا برید بگیرین. سیستم شخص بعدی رضا یوسفی، شما پیام خود را بگذارید. سوال خود را پرسان کنید از آقای رضا. رضا یوسفی میشم تشکر. من سوال نداشتم، قبلا بود سوال کردم. شما خیلی دست خود را پایین کنید تا شخص بعدی به نام فرشته حیدری. سلام، وقت همگی بخیر. سوال من این بود که وقتی که مثلا ما شارلست شدیم و اینترویو را گذراندیم، بعد از روی امتحان دارم مثلا که امتحان بگیره، مثل بورسیه پاکستان که امتحان داشت، مثلا یک امتحان میگیره دوباره شما شارلست میشین باز زیرو سیمستر میخوانین، این هم تو امتحان میگیره یا نه؟ خب ببینید، وقتی که شما ثبت نامتان تمام شد و تقریبا در ماهای می و جون شارت لیست شدین، شما را به امتحان دعوت میکنه از طریق یک ایمیل و شما مجبور هستین در امتحان داخل شوین. برگه امتحان را بر شما از طریق ایمیل میفرستن. سوالات مثل امتحان کنکور هست و خیلی خیلی ساده هست، یعنی تشویشی نداشته باشین که من واقعا میتونم نمیتونم. بعضی از دوستان امیره گفتن که سوالات به چه حد سخت است یا آسان هست. گفتم میتونم که خیلی خیلی سخت نیست، یعنی اکثر سوالات ذهنی هست و میتونیم به راحتی حل کنیم. مهم شارت شدنتان و اینترویوتان هست و بعد از امتحان کسایی که امتحانشان خوب گذاشته باشه و در امتحان داخل شده باشن، اکثر کسا در اینترویو خواسته میشن. و اینترویوتان هم خیلی مهم هست، درباره خودتان معلومات شخصیتان ازتان میگیره، اسنادهایتان را چک میکنه و اهدافتان را میپرسه، چرا این رشته را انتخاب کردی. سوالات عمومی ازتان میپرسه و بعدا اگر از همه این مراحل طی شده شما پیام کامیابی میره و همه مراحلش بعدا کمیته بورسیه پیش میبره. تشکر بسیار زیاد. یک سوال دیگه هم داشتم، ببخشید. وقتی من خودم پاکستان زندگی میکنم و گفتم اگه مثلا مکتب در اینجا خلاص کردیم در یکی از مکاتب، باز مشکل خوب پیش نمیم اگر مثلا انتخاب شدم؟ نفر هیچ مشکل پیش نمیاد، فقط شما در قسمت سیتیزن یعنی شهروندی افغانستان رو میزنین و در قسمت آدرسی که فعلا زندگی میکنین رو بزنین و در قسمت محل اینترویو هم به هر جایی که نزدیک هستین برای انتخاب کردن میتونین. اکثر شهرهای بزرگ پاکستان را انتخاب میکنن به خاطر اینترویو. پشاور و اسلام آباد و کراچی و در این جاها اینترویو گرفته میشه، در کنسولگری و سفارت ها. شخص بعدی برای سوال علیرضا حسینی، شما سوال خود را بپرسید. علیرضا حسینی. با عرض سلام احترام، شب همه دوستان بخیر. یک سوال داشتم آقای رسا، با بخشش و معذرت، که نمراتی که من از شهادت نامه داشتم 78 بود. میتونستم که در پانتون های مثل استانبول، انقره اینجا ثبت نام کنم یا رده پایین تر بگیرم و رشته که میخواستم انتخاب کنم محیط زیست بود، بخش منابع طبیعی، مدیریت منابع طبیعی. یک معلومات میخواستم در مورد. ببینید دوست عزیز، شما وقتی که اما حداقل فیصدی که بورسیه بر شما تعیین کرده، اما 70% کرد در قسمت لیسانس، میتونین ثبت نام کنین. در هر دانشگاه هم میتونین ثبت نام کنین، اما چانس کامیابیتان خیلی پایین تر میاد. وقتی ببینیم فیصدیتان خیلی و معیارات که دیگه
شاگردا داره پایین است، طبیعی که اولویت به اونا میتونه. از این خاطر کوشش کنین، اولی که یک چانس است بر شما، حتما ثبت نام بکنید و کوشش کنید به خاطر بالا بردن چانس دانشگاه های پایین تر بذارید. مهم آمدنتان اینجا هسته. به همه دوستا میگم که شما شهر را معیار قرار ندید، شما آمدنتان مهم است. فرق نمیکنه در هر شهر کم که باشید میتونید شهر دلخواهتان را به راحتی برین بازدید کنین یا از همه چیزاش آشنایی پیدا کنین. از اون خاطر کوشش کنین دانشگاه های پایین تر رو بزنین و رشته تان رشته خیلی خوب هست. میتونین در هر رشته که دلخواهتان هست ثبت نام کردن میتونین، هیچ مشکلی نیست. رشته هم موجود هست. بعض دوستا هم آمده بودن اما در قسمت ماستری آمده بودن. تا هنوز از دوستای ما و شناسه ما که تقریبا 3000 دانشجو اینجا هسته، به این رشته در قسمت ما لیسانس نامده، اما در ماستری خیلی زیاد هست. غیر از ما دمی رشته ثبت نام میخواستم بکنم. در پانتون هم که نمرم کم بود شد و تقریبا 200 گرفتم. معادلش کم بود. همین زبان اینترویو که هست، دری هست، ترکی هست، انگلیسی هست، کدام زبان هست؟ چون ما بدون دری در زبانهای دیگه مسلط نیست. همین رو خواستم بدانم. زبان اینترویو به هر زبانی که شما راحت هستین و اون زبان گرفته میشه. در پیش داورهای ترکی که از ترکیه آمدن در سفارت کار میکنن، ترجمان هم هست. میتونین در زبان فارسی هم صحبت بکنین. در قسمت‌های جنوبی افغانستان، شرقی افغانستان، زبان پشتو هم که در تکلم میکنن، در اونجا میتونن به زبان پشتو هم صحبت بکنن. حتی وقتایی که ما در اینترویو خواسته شدیم در سالهای 2019 و 2020 اینا، و زبان ازبکی هم میتونستن دوستای ما اینترویو خودشان بدن. از این بابت هیچ مشکل نیست و راحت باشین. در هر زبانی که خواسته باشین امتحان دادن میتونین. دوستا وقت کم مانده، سوال خود خیلی کوتاه پرسان کنین و تا اگرچه شاید رسیدگی نتونیم اما یک دو نفر رو میگیریم، بعد برنامه رو اینجا خاتمه میدیم. سوال چند دقیقه وقت که مانده میخوایم چند موضوع رو به دوستا یادآوری کنم که خیلی مهم هست. از اون وقت میتونیم برنامه رو هم ببندیم یا هم هر قسمی که شما مناسب ببینید. ببین دوستای عزیز، یک امتحان است به نام امتحان یوز. کسایی که در امتحان داخل شده باشن شانس کامیابیشون خیلی خیلی بیشتر هست و این امتحان به سوی امتحان کنکور ترکیه هست. سوالاتش آسان است البته، اما وقتی که داخل شدن اعتبارش خیلی بالا هست. از طریق میتونید در این فرصه ها در بورسیه های ترکیه از جمله بانک اسلامی، ISTB، ناما و YTB به راحتی کامیاب شوید. و نمرات کنکورتان خیلی مهم هست. اگر نمرات کنکور دارین یا یک برگه دارین که نشان بده که شما اینقدر نمره گرفتین، خیلی براتون کمک میکنه به خاطر کامیابیتان. البته اگر ثبت نامتون دقیق باشه و کوشش کنید ثبت نامتون دقیق باشه. رفرانس هایتان خیلی مهم هست. رفرانس هایتان جور بکنین و کوشش کنین رفرانس هایی که شما نوشته میکنین در قسمت ایمیل آدرس استادتان می باشه یا هر کس که شما را رفرانس کرده ایمیلش باید فعال باشه. چون اگر شما را انتخاب کنن حتما با همون کسایی که شما را رفرانس کرده ریکامند کرده در اونا ایمیل میکنن، ایمیل تاییدی که آیا شما واقعا میخواین این شخص رفرانس کنن یا هم ریکامند کنن گفته باید تایید کنن. اگر تایید نکنن و رفرانس هایتان مدار اعتبار نمی باشه. از خاطر کوشش کنین یک
ایمیل رسمی باشه، رسمی هم نباشه، ایمیل شخصیشان باید حتما فعال باشه و کسی که به شما رفرانس میشه برشان یادآور باشین که هر وقت قسم یک ایمیل آمد در ماهای می یا جون حتما برشان یک ایمیل میاد و باید چک کنن و جواب بدن. این موارد بود که خیلی مهم بود. در قسمت انگیزه نامه میتونین با ما به تماس شوین، همکاریتان میکنم. در قسمت انتخاب رشته ها خیلی دقت داشته باشین قبل از اینکه، چون مرحله آخر هست این انتخاب رشته ها و دانشگاه ها، کوشش کنین برام یک مسیج کنین، حتما ما برای شما لیست دانشگاه هایتان انتخاب کردم میتونم، شما فقط بر من اشتراک بکنین، من براتون دانشگاه هایی که بیشتر جذب میکنه شاگرداره براتون لیست میکنم، ترتیب کرده براتون میفرستم، با همون طریق میتونید شما انتخاب کنین. این به خاطر چی میگم؟ چون تقریبا 7 سال میشه که من در این پروسه در جریان هستم و 2 سال به شکل رسمی در این کمیته کار کردیم و میفهمم که در کدام رشته ها و کدام دانشگاه ها بیشتر جذب دارن و عضو کمیته اجرایی دانشجوهای خارجی در ترکیه هستم، از خاطر بیشتر در کدام دانشگاه جذب میشن را برای ما داتاهاش میایه، از خاطر از طریقی میخوایم که با هموطنهای خود همکاری را بکنم و برشان یک مشوره خیلی خوب داده باشم، گفته همکاریتان میکنم. فقط همین مقصدم هست، از خاطر خیلی در این موضوع دقت کنیم. بازم از سوالشون فقط 4 دقیقه داریم، میتونین سوال بکنین، خیلی کوتاه باشه، ما خیلی میخوایم کوتاه جواب بدیم. دوستان در صورتی که وقت زمان خلاص شد برنامه هم خلاص میشه و از همینجا شما را موفقیت بر شما آرزو میکنم و برنامه را خاتمه میدیم و در 3 دقیقه که مانده هر کس سوال ما بخواید پرسان کنین و میتونین آزاد هستین. سلام، میبخشین پرسان کنین. دوستی میخواست که در اینجا وصل شوه ولی نتونست. اولا یکی اونا متولد 3 مارچ 2004 است. آیا برای اونا مناسب است بورسیه از لحاظ شرایطی؟ من کردن نمیتونن. در اول برنامه هم گفتم به کسایی که در مقطع لیسانس میخواین ثبت نام کنن تاریخ تولدشون بعد از 2005 باید باشه، یعنی شما 2005 هم باشه میتونن، اما 2004 باشه نمیتونن. درست است. اگه بخوایم روی اسنادی که مورد نیاز است کدام منابع را شما پیشنهاد میکنید؟ مثلا از کجا آغاز کنیم؟ خب ببین، وقتی که شما اپلیکیشن را ساختین، با خود یک اکانت ساختین، و شما به ترتیب از شما میخواید کدام اسناد را اپلود کنید، کدام معلومات را شما درج کنید، اونجا براتون همه راهنمایی ها را میکنه. شما میتونید از اول شروع کنید تا آخر را پیش ببرید. در هر مقطعی که شما مشکل داشته باشین میتونید در گروپ سوال بکنید، حتما همکاری میکنیم و دوستایی که سوالاتشون باقی مانده میتونن در گروپ شریک کنن و حتما همکاریشان میکنیم. درست است، تشکر. سلام وقت همه بخیر. من یک سوال داشتم که فعلا تازه از مکتب فارغ شدم و وقتی 12 را دارم تاپی مکتب شده، ولی ترانسکریپت گفتم تقریبا 1.5 مباد میایه، ولی میشه ما ثبت نام کنم در این بحث یعنی؟ ببین دوست عزیز، شما میتونید که از مکتب دارم ترانسکریپت بگین. وقتی که در مکتب مراجعه کردین و ازشان بخواین حتما براتون یک ترانسکریپت جور کنم میتونن و میتونن از معارف شهری یک امضا بگیرین تا به معارف را بزنین. مشکل نداره، با هم ترانسکریپت هم شما میتونین ثبت نام بکنین. اونا گفتن که باید ترانسکریپت جدول باید تایید شه و بعدا ترانسکریپت کنه. نه خیر دوست عزیز، در هر مکتب که شما مراجعه بکنین، چون وقتی که